سلام عرض میکنم. اگر امکان داره بفرمایید که تفاوت‌های احتمالی رویکردهای دولت دهم در مقایسه با دولت نهم چه خواهد بود؟ بله، این رویکردی که میگید رویکرد مال دولت نهم بود. ما الان تو دولت دهم زیرکرد داریم، یعنی از زیر کرد. بله، کی رو زیر کرد؟ مقام عظما رو زیر کردن مثل. خب اگه اینه که خب این نشون میده که تو ایران آزادی مطلق است. شما دیدید که دولت نهم همه کسایی که روی کردشون خوب نبود یه جورایی زیر کرد و ایران با ثبات ترین کشور دنیاست. خیلی متشکرم. نفر بعد. همزمان با مشخص شدن نتایج انتخابات هم رسانه‌های بیگانه بار دیگه فضای تبلیغی را علیه جمهوری اسلامی ایران با زیر سوال بردن سلامت انتخابات آغاز کردند. به نظر جناب عالی دلیل این مسئله چه هست و چه پاسخی برای اونها وجود داره؟ من نمیدونم این رسانه‌های بیگانه چطور سلامت انتخابات ما رو زیر سوال بردن. خب مگه اونا دکترن؟ توجه می‌فرمایید؟ دکتر یکی بیشتر نیست، اونم احمدی نژاده. اتفاقا من تا دیدم انتخابات سلامتش در خطره، با یه متخصص بیهوشی که خود مقام عظما هم باشه سریع انتخابات رو دراز کردیم و بردیم تو اتاق عمل، یه جراحی اساسی هم روش انجام دادیم، سلامتش رو بهش برگردونیم و به قول قوه قلمی نشون میده که تو ایران آزادی مطلقه. خیلی متشکرم. نفره شکر. روزنامه کیهان آقای مقدم، بعد هم خبرگزاری فارس آماده باشه. آقای رئیس جمهور، البته من می‌خواستم این دفعه 2 تا سوال بکنم، چون وقتی من یه سوالمو انجام میدم میرم میبینم بقیه همشون 2 سواله تشریف دارن. چون امروز هم من کاپشن احمدی نژادی پوشیدم، هرچند که آستین نداره. کاپشن احمدی نژادی پوشیدی؟ خب البته اون مال دولت نهم بود. تو دولت دهم میخوایم شلوار احمدی نژادی رو هم یه جورایی خلاصه مد کنیم، منتها یه وقت اونو بدون آستین نپوشی که دیگه اون وقت میام و درست. آیش میکنم ببرم. آقای دکتر خواهش میکنم بفرمایید که ایرانیان مقیم خارج از کشور چطور میتونن دولت جناب عالی رو در تحقق شعارها یاری کنند. من تعجب میکنم از شما. ما تو خارج کشور اصلا ایرانی نداریم. اجازه فرمایید، از وقتی بنده رئیس جمهور شدم همه برگشتن ایران. اونایی هم که موندن از زمان دولت‌های قبلی موندن. برعکس حرف شما الان ما مشکل خارجی‌های مقیم ایران رو داریم، حاضر نیستن از من دل بکنن. این نشون میده که تو ایران آزادی مطلقه. چیه؟ مطلقه. کی؟ آزادی. Good afternoon, Mr. Ahmadinejad. Last night on your speech شب گذشته شما در نطق خودتون برای ملت گفتید که شما رئیس جمهور همه ایرانی ها هستین، مهم نیست برای کی رای داده باشید. ما یادم سوال بکنم که وضعیت الان با توجه به رقبای خودتون وضعیت چگونه است؟ اون که تو نطق دیشبم گفتم خب مال دیشب بود. از دیشب تا الان وضعیت خیلی فرق کرد. الان میخوام بگم من رئیس جمهور همه دنیا. الان این منم که به تقلبات معترضم، چون رأی 7 میلیاردی بنده رو کردن 24 میلیون. حالا اعتراضم من به شورای نگهبان گفتم که قراره تو سازمان ملل هم چی بشه؟ مطرح. بفرمایید. خواهش می‌کنم. شکر لله ز جهد و عمل خویش رسیدیم به دوست. آفرین باد بر این همت مردانه ما. گرد قاب من محمود بادمجانی تو، آفرین بر تو بادمجون وش دیوانه ما. چون امشب در همه جا چراغانی و جشن موفقیت ملت ایرانه، این یه بیت شعرم باید قرائت میکنم. امشب به راستی شب ما روز روشن است، عید وصال دوست علی رغم دشمن است. امشب به راستی نون تو توی روغن است، حقا که شعر تو بسی حال به همزن است. بله، خواهش این هم چشمه جدیدی از دولت دهم بود دیگه. حالا برید. خواهش میکنم. بعد میگن احمدی نژاد طرفدار نداره، همینایی که به ما رأی دادن همینان دیگه. بله، اینا موجودن.
این نشون میده ایران آزادی مطلقه. حتی ایشون هم با این وضعیتشون میتونه حرفشو بیاد بزن. خسته نباشید. بفرمایید.